اینجا تخت جمشید قلب تپنده در آتش سوخته ایران است. سرزمینی سترگ با مردانی بزرگ که شب تاریک جهان را به انوار خدایی روشن می‌کنند. سرزمینی اهورایی با فرهنگی سیال، زنده و پویا. درود و 200 بدرود به کانال مملکت خوش آمدید. بریم ببینیم این چند وقت چه خبرایی بوده. دبیر کمیسیون انرژی قدرت اول منطقه گفته شاید قطع برق در آینده بدتر بشه. وزیر نیرو هم که تمام نیروشو شب رو تخت استفاده میکنه گفته به مولا دیگه نیرویی برامون نمونده، شرمنده، این کولراتونو خاموش کنید. دکتر پزشکیان رئیس جمهور منتخب خامنه‌ای هم گفته اجداد ما در گذشته برق نداشتن، مشکلی پیش می اومد، زیاد حرف بزنید، آبم نداریم و برای غذا باید شکار کنید. نتانیاهو گفته در صورتی باید با ایران توافق بشه که هیچی غنیسازی نکنن. کارولین سخنگوی کاخ سفید هم گفته به ایران اجازه هیچ غنیسازی نمیدیم، میخوای بخوا نمیخوای توافق سرشگرده. داداشم عراقچی هم گفته حرفای آربجی کارولین رو جفت چشام، ولی بنیامین به مولا اگه اینجا بودی پارت میکردم، این منطقه خوب داره. همچنین عراقچی در جواب نتانیاهو گفته من با زیر 10 سال صحبتی ندارم. یک زن 90 ساله توی آمریکا که طلب دانش کرده بود فارغ التحصیل شد. جنتی هم در واکنش به این زن یک شعر سرود و برای زن دایرکت کرد. داشتم حس می‌کردم پیر شدم، ولی تو به هم دادی نور امید. سید علی به میگه پیر شدم چون چشم و موهام شدن کور و سفید. گنگ جنتی رپا کاکا کاپان. اسپانسر این قسمت مملکت خواننده عزیز و محبوب کشورمون با 100 میلیون فالوور در اینستا، مصطفی باشای عزیز. جهت دریافت وقت برای اجرا در مراسمات خود شماره 2 رو به 3 بفرستید. هزینه هر 10 ثانیه اجرا 1 میلیارد و 300 میلیون تومان به اضافه یه پرس غذا. اگر قصد دارید اسپانسر بعدی برنامه پربیننده مملکت بشید، عشقم گلزار رو برامون کامنت کنید. دکتر پزشکیان قراره به عمان سفر کنه و گفته میخوام در سفرم راجع به مشکلات کشورم فلسطین صحبت کنم. همچنین دکتر گفته تا چند ماه پیش کسی منو پشمشم حساب نمیکرد، الان که رئیس جمهور شدم زنای فامیل میخوان دختر پسراشونو به من غالب کنن. نخست وزیر پاکستان گفته ما از حق ایران برای غنیسازی دفاع میکنیم. چنین نهایتاً از حق ایران در راستای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای کاملاً حمایت می‌کنیم. در همین راستا یک استاد همه چیزدان اعلام کرد ما آیه داریم ایران و پاکستان با هم ظهور رو میسازن. سند میخوای برو سرچ کن. در این چند روز اخیر رانندگان خودروهای سنگین در بسیاری از شهرهای ایران به دلایل مختلف خصوصاً کم بودن کرایه‌ها و افزایش هزینه سوخت دست به اعتصاب زدند که در واکنش دولت با استفاده از خودروهای سنگین نظامی یا اسکورت ماشین‌ها در حال مقابله با این اعتصابات هستند. امروز مورخ 5/3/1404 کامیون‌های تره بارکش شهرستان‌های شوشتر و گتبند در امنیت کامل شهروندی شهرستان خرم آباد. جاده‌های استان لرستان هیچ گونه مشکلی نداره. سفرتون به سلامت، سفرتون درست.
دوستان صحنه رو نگاه کنید. برقا رفته، این دو تا پیرزن بنده خدا تو شهر بازی موندن بالا. اول تو کوچه دوربین مدار بسته بودن، الان شدن پهپاد هوایی. الان زیر شهر زیر پاشون، نگاه کن. و اما ببینید چند تا از دلایل طلاق در کشور در سال 1404. با خدا را 1000 بار سپاس که هندی نیستی. ممد باقر قالیباف با 219 رأی برای سال دوم رئیس مجلس انقلابی شد و برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی یک مسئول تونست یک مقام رو دوباره به دست بگیره. این اتفاق باعث تعجب آمریکا، ژاپن، کره شمالی، عربستان، اتیوپی و قبایل آدمخوار آگوری ها در شمال هند شد و این کشورها در نامه‌ای اعلام کردند شیفته دموکراسی در ایران شدند. دبیر ستاد ملی جمعیت گفته اگر خانواده ها فرزند نیارن مجبوریم جور دیگری عمل کنیم. چهره ایشون اونقدری آرام و دلنشینه که بابای من بعد دیدن چهره ایشون 3 بار تا الان زاییده و یه 4 قلو حامل است. و در پایان به یاد همه عزیزانی که برای ایران جان دادند و مثل همیشه